دوستای عزیز، برای از بین بردن صداهای اضافه و نویز از طریق برنامه اینشات ابتدا همو ویدیوی خود باز میکنیم. برای مثال ما همین ویدیو رو میخوایم نویزش از بین ببرم. برای که ما این قابلیت را بتونیم استفاده کنم، روی قسمت میوزیک یا آدیو کلیک میکنم، روی میوزیک و در این قسمت اکسترکت آدیو فرام ویدیو کلیک میکنم. همون ویدیوی خود که قبلا باز کرده بودم دوباره روی همون کلیک میکنم تا صدای از خود ویدیو اکسترکت یا جدا کنم. روی از کلیک میکنم، صدای ما جدا شد، به صورت جداگانه اضافه شده. روی صدا کلیک میکنم دوباره. دوستای عزیز، در این قسمت اگه ما بیاییم دینویز کلیک شده. روی دینویز اگه شما کلیک کنین یعنی همین صدا را نویز و سرصداهای اضافی مانند صدای باد، صدای کولر و صداهایی که بغیر از صدای اصلی پنداشته میشه از بین میبره. به همین آسانی دوستای عزیز شما میتونید صداهای اضافی را از ویدیوی خود از بین ببرید. تا دیدار بعدی و آموزش بعدی، سپاس. دوستای عزیز، برای از بین بردن صداهای اضافه و نویز از طریق برنامه اینشات ابتدا همو ویدیوی خود باز میکنیم. برای مثال ما همین ویدیو رو میخوایم نویزش از بین ببرم. برای که ما این قابلیت را بتونیم استفاده کنم، روی قسمت میوزیک یا آدیو کلیک میکنم، روی میوزیک و در این قسمت اکسترکت آدیو فرام ویدیو کلیک میکنم. همون ویدیوی خود که قبلا باز کرده بودم دوباره روی همون کلیک میکنم تا صدای از خود ویدیو اکسترکت یا جدا کنم. روی از کلیک میکنم، صدای ما جدا شد، به صورت جداگانه اضافه شده. روی صدا کلیک میکنم دوباره. دوستای عزیز، در این قسمت اگه ما بیاییم دینویز کلیک شده. روی دینویز اگه شما کلیک کنین یعنی همین صدا را نویز و سرصداهای اضافی مانند صدای باد، صدای کولر و صداهایی که بغیر از صدای اصلی پنداشته میشه از بین میبره. به همین آسانی دوستای عزیز شما میتونید صداهای اضافی را از ویدیوی خود از بین ببرید. تا دیدار بعدی و آموزش بعدی، سپاس.